خدمات ضد انحصاری تاجیکستان گفت 250 سامانی شدن قیمت سیمکارت‌ها به مسائل امنیتی مربوط است. کوشش میکنیم که از طرف مقامات‌های داخلدار خصوصا شرکت‌های موبیلی دقیق شماره مشتریان باشد. مقامات تنظیم کننده نرخ‌ها با اصرار در صحبت با ما می‌خواست جبهه مالی داشتن این قرار را رد کند، در حالی که بعداً جز امنیت هدف‌های مالی نیز بیان شدند. این مبلغ‌ها به واسطه شرکت‌های موبیلی و صورت حساب آنها جمع می‌شود و طبق قانون‌گذاری جاری اندازه‌بندی می‌شود. خدمات ضد انحصاری گفت قیمت سیمکارت‌ها و از نو ثبت نام‌کنی آن با پیشنهاد 4 شرکت موبیلی تاجیکستان افزوده است. این اقدام را اکثر مردم به اساس و خودسرانه عنوان می‌کنند و از مقامات خدمات انحصاری سوال می‌کنند که چرا اساس‌های اقتصادی قیمت 250 سامانی برای سیمکارت را توضیح نداده و عملی شدن آن اجازه داده است. چی طوری که من می‌دونم خود سیمکارت تیار کردن و همو نرخ‌گذاری سیمکارت خودش اونقدر مثلا تو ماکسیمم 10 سومون هم نمیشد که باید 250 سومون مونن. فکر میکنم این بی اساس است. باید زندگی مردم، درآمد مردم به نظر گرفته میشد. یک کاری است که مثلا گویم ضد سیاست دولت است، ضد همه چیز است. مثلا ساکنانی که ساعتها در نزد نقطه‌های فروش و از نو ثبت نام سیمکارت‌ها نوبت پایی می‌کنند، افزایش قیمت سیمکارت‌ها و از نو ثبت نام کنی سیمکارت‌ها را دست درازی به جیب به این هم تقریباً تهی مردم می‌دانند. یا حکومت از در اساس چی گرفتن نرخ بلند است. در حقیقت نرخ بلند. گفتم که نه نفقه ما 246 سوم. و این 250 سوم نفقه ما هم بلند. و ما یا ماه دیگه میگم چی خوریم. بر اساس آمار خدمات علاقه تاجیکستان حالا در تاجیکستان 4 میلیون و 160 هزار سیمکارت فعال ثبت نام شده است. سر از سال 2009 شرکت‌های موبیلی تاجیکستان 40 میلیون سیمکارت را به ساکنان فروخته‌اند.